شاید به نظر شما سوسک جان سخت‌ترین موجود کره زمین باشه، ولی خرس آبی جان سخت‌ترین موجود روی کره زمینه که حتی میتونه در فضا هم زنده بمونه و حتی در آتشفشان یا درون یخ‌های قطبی و حتی در عمیق‌ترین نقطه اقیانوس. نامش به زبان لاتین یعنی تاردیگرید. خزه خوک هم صداش میکنن. خرس آبی جانوری هشباهه که داخل آب و خزه و جلبک‌های دریایی زندگی میکنه که از 500 میلیون سال پیش و قبل از سوسکا و دایناسورها در کره زمین وجود داشته. این گونه تمام 5 انقراض و پشت سر گذاشته. دانشمندان در حال تحقیقند که بدانند چه چیزی خرس آبی را نابود نشدنی کرده. طی فرایندی به نام بیوخاموشی تمام آب بدنشان را تخلیه و به توپ شکل تبدیل می شوند. اندامشان با شیره ژله‌ای به نام تیغال محافظت می شود. جالبه بدونید که خرس آبی توانایی ایستادن 1000 برابر انسان در معرض تشعشع را دارند و فشاری 6 برابر گودال ماریانا را تحمل می کنند. این بود از ویدیوی امروز رفقا، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه.